این تش بعد بریم سر آناناس رو سرش که گل داره دسته داره. آره اینا میبورن به این صورت. خیلی خوب. این داریم کنار اینجا اینا میذاریم اینجا. بعد اینم دستگاه این دستگاه رو باید فروشگاه بگی از توی اکشن. تو اکشن اینو میذاریم روش. بعد میچرخم این دیگه تا ته همینجوری میریاره. تا ته همینجوری میریاره. میشه هم کنسروی که میخری. نه گردبر میشه. شما وسطش هم به درد نمیخوره دیگه چوبشه. بس کامل تا ته اینطوری میریم. ایول اون آبی هم که تو کنسرو هستش تو خاله همین داره میاد بیرون. بله. الان رسید به ته. ایول داره. اون توش هم نشون داره چیزی نشون. این تش البته باید یه کوچولو دیگه میرفت. درست. ولی اینم میشه به عنوان گلدون استفاده کرده. ایول چه آبی داره چه آبی. یه دور دیگه اومده بودیم اینم در میومد قشنگ. این پیج رو دنبال کنید. توی این پیج آموزش‌های آشپزی و آناناس خوری و نارگیل خوری و پرتقال خوری و به نمایش میسره. بعد میتونی اینم بزنی مثل هندوونه که پوستش رو میبوید تشو میخوری. درسته. سرما خوردم چه سینام صدام چه شده. خیلی سرما خوردم. پیج دکتر شجاعی رو دنبال کنید. نه